امروز 28 نوامبر است و شما در پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. سلام بینندگان عزیز، در 15 دقیقه دیگر این موضوع را مطرح میکنیم. در مرکز شهر دوشنبه به تخریب بینای پرداختند که به گفته مقامات غیر قانونی بنیاد شده است. خوش آمدید به روسیه. از اول ایزی انگشت و عکس و سپس حق ورود به کشور. نوآوری در فرودگاه‌های مسکو از ماه دکامبر. هدفمان معلوم است. تشخیصی هر نفری که اینجا می‌آید و نظام مستحکمی نظارت آنها. و به دنبال اون درباره روی خطرناک جماعت سرخوصاری نویه شمزین شویین گزارش میدیم که هیچ نیست تعمیرش شروع گردد. مقامات در شهر دوشنبه روز 28 نوامبر با تخریب دو بینای نوساخت واقع در خیابان رودکی 31/1 آغاز کردند. برخی از ساکنان گفتند که با تصمیم راضی نیستند و در داخل منزل‌هایشان ایستادند. در عکس و نوارهایی که به دست رادیو آزادی رسید، چند نفر بوم خانه‌ها را میکنند و تکنیک و تجهیزات دیگر آماده کار ایستادند. ماشین یاری تجلیلی و آتش نشانی نیز در محل حادثه به چشم می‌خورد. پلیس شهر دوشنبه روز 13 اکتبر در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داده بود که این دو بنا در خیابان رودکی خودسرانه و با تهیه سندهای ساخته بنیاد شدند. دادستانی گفته است که در جای آنها باید بلند آشیانه‌های دیگر اقامت افروزند. جمشید عزیز محمدزاده صاحب این دو بنای نوساخت در بازداشت است و موقعش به قضیه معلوم نیست. پلیس شهر دوشنبه در بیانیه‌اش روز 13 اکتبر او را به آن گمان زد کرد که به 16 کس غیر قانونی خانه فروخته است. ساکنان میگویند در دست سند دارند و طی بیشتر از 1 سال پول آب و برق و خدمت رسانی‌های دیگر اجتماعی را نیز دادند. از ماه آینده نظارت رفت آمد مهاجران به روسیه سخت‌تر می شود. اکنون هر مهاجری که می خواهد به خاک این کشور وارد گردد از او عکس و ایزی انگشتان را می گیرند. وزارت نقلیات روسیه در این باره رسما اعلان کرده است و مقامات روس می گویند چنین نوآوری از ورود آنهایی که نامناسبشان را عوض کرده به روسیه می آیند پیشگیری خواهد کرد. کای مرسیاتو با جزئیات بیشتری موضوع. از 1 دکامبر سال روان با هدف تهیه یک مرکز عمومی معلومات در فرودگاه‌های مسکو ایزی انگشت و عکس تمام مهاجران گرفته می شود. در این باره معاون رئیس شورای امنیت روسیه دیمیتری مدودوف خبر داد. این مقامدار نوار جلسه شورای امنیت را در شبکه اجتماعی کانتاکت نشر کرد. به قول مدودوف ورود و حرکت مهاجران در روسیه باید زیر نظارت سخت قرار گیرد. او می افزاید که با این هدف مقامات روسیه برنامه جمع آوری معلومات بیومتری مهاجران را شروع کردند که ایزی انگشت و عکس مهاجران را بر علاوه فرودگاه‌های مسکو در گذرگاه‌های مرزی اتومبیلی در ولایت ارنبورگ نیز جمع آوری خواهد کرد. او تاکید می‌کند که این قدم اول است. در مرحله دوم آزمایش مقامداران تصمیم دارند که در همه گذرگاه‌های مسکو نمای دیجیتالی یا خود رقمی مهاجر را تهیه کنند. اجرای برنامه به میانه‌های سال آینده پیش بینی شده است. قبلا وزارت رشد رقمی و مخابرات جمعیتی روسیه گفته بود که برای اجرای این برنامه جمع‌آوری پیشکی معلومات بیومتری درباره مهاجران لازم خواهد بود. ما باید دانیم که چه انسان‌هایی به کشور ما می‌آیند. ما باید در مرکز معلومات درباره هر یک مهاجری که به کشور ما می‌آید اطلاع داشته باشیم. هدفمان معلوم است. تشخیصی هر نفری که اینجا می‌آید و نظام مستحکمی نظارت آنها. وزارت کارهای داخلی روسیه در ماه سپتامبر امسال خبر داد که بیش از 2 میلیون مهاجر این کشور را ترک کرده است. به نوشته پایگاه خبری وژن استاری در طول 6 ماه آخر سال جاری، دادگاه‌های روسیه حکم خارج کردن 86,000 مهاجر را صادر کردند. طبق اطلاع مقامات تاجیکستان از روسیه در نیم سال اول بیش از 17,000 شهروند این کشور خارج شده است. در فهرست نشر کرده روسیه بیش از 120,000 شهروند تاجیکستان قرار دارند که برای نقض قانونگذاری‌های مهاجرت گمان برند. اگر این افراد تا 5 فوریه سال 2025 خودشان را قانونی ثبت نام نکنند، در فهرست قرار می‌گیرند که از حق ورود به حدود روسیه محرومند.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. ساکنان یکی از جماعت‌های کلانترین ناحیه شمسدین شوین سال‌هاست منتظرند که کی راه ماشینگردی آنها بازسازی می‌شود. راه فعلی جماعت سریچشمه سال‌هاست که ولنگار شده است و حرکت طریق آن به جان رانندگان و مسافران بی‌خطر نیست. اما مقامات ناحیه گفتند خود آنها نیز به سوال آنکه کی بازسازی این راه آغاز می‌شود پاسخی دقیق ندارد. همکارم محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش می‌دهد. این ماشین بارکش در راه ویرانه و ولنگار جماعت سریچشمه با احتیاط حرکت می‌کند. همه راه ویران شده و از اسفالت زمان شوروی چیزی باقی نمانده است. به برخی منطقه ها آب آمده راه را خطرناک کرده است. در هر نشست مطبوعاتی خبرنگاران از مسئله بازسازی این راه پرسان می‌شوند. رئیس ناحیه چند سال باز وعده آمادگی لایحه بازسازی آن را می‌دهد. می‌بخشید از دهه توگره که ناحیه وسه شروع به جماعت دیوتی سریچشمه، از جماعت دیوتی سریچشمه به جماعت دیوتی چگان و مرکز ناحیه شمسدین شوهین همین لایحه از جانب محترم پیشوای معظم ملت پور را دستگیری یافت. حتی خود رئیس اقرار می‌کند که با وجود آماده بودن لایحه از زمان آغاز بازسازی اطلاعی ندارد. او میگوید هر سال با بودجه کم راه موجوده را تعمیر میکنند، اما برای بازسازی کامل راه مبلغ کلان صرف نخواهد شد. برای زیادتر صرف کردن در حدود هم فکر میکنم که قدر ضرورت هم نیست، به خاطر که راه از نوسازی میشود. جماعت سریچشمه از مرکز ناحیه 10 کیلومتر دور است. ساکنان این جماعت برای رسیدن به مرکز ناحیه از واسه و کلاب میگذرند. باران و سیل‌های سال‌های اخیر اکثر راه را تخریب کرده است. مسافران و رانندگان در راه این جماعت با احتیاط رفت آمد می‌کنند. این جماعت یکی از جماعت‌های بزرگ ناحیه شمسدین شاهین به حساب رفته هممرز با افغانستان است. راه این جماعت هم علاهیده بوده از حدود ناحیه وسه گذر می‌کند، اما راه اساسی این ناحیه سالها باز تعمیر اساسی را ندیده است. حالا برای 13,000 نفر اهالی این جماعت کلانترین ناحیه شاهین راه اساسی همین است. حکومت محلی امید به لایحه بسته است و انتظار بازسازی می باشد. رو می‌ریم با گزارش‌های بین‌المللی. یک بیولوژ یا حامی محیط زیست در قزاقستان لشکری مگس‌های سیاهی را پرورش کرده است که پرتاب می‌خورند. با این راه او خواست برای کارکرد دوباره پرتاب‌ها در کشور کمک کند. در قزاقستان 40% پرتاب یا باقی‌مانده‌های غذا به پرتابگاه می‌رود. مگس‌ها باشد می‌توانند ماهی 15-20 تن پرتاب ارگانیکی را کارکرد کرده از آن برای دهقانان نوری‌های فایده آور را تولید نمایند. زرانگیزی نوروز شاه گزارش می‌دهد. 3 هفته لازم است تا این کرمک‌ها با مگس تبدیل یافته به خوردن پرتو سر کنند. این لشکری مگس ها را یک بیولوژ قزاق برای مبارزه با مشکل اکولوژی پرورش کرده است. آنها می توانند ماهی 15-20 تن زباله یا پرتاب ارگانیکی را هضم کرده از آن نوری های فایده آور و برای کشاورزان مهم تولید کنند. اینجا ما مگس های سیاه را پرورش میکنیم. برای این به ما حرارت معین، روشنایی مخصوص و نمی لازم است. همه این عامل ها نظارت می شوند. ما اینجا محیط صنعی را به وجود می آوریم. 40% زباله ها در قزاقستان از پرتاب های ارگانیکی یا باقی مانده های غذا عبارت است. تنها یک قسم کمیان کارکرد می شود، قسم زیادی آن به پرتابگاه می رود. در قزاقستان کشوری از نگاه اقتصادی ثروتمند آسیای مرکزی مشکل پرتابگاه های ضررآور و خطرناک همان حل نشده باقی می ماند. در کلانترین شهریان المعطا فعالان زیست محیطی و صاحبکاران اکولوژی تمام تلاش را دارند تا از راه‌های دیگر و الترناتیوی کارکرد پرتاب‌ها استفاده برند. لیلا محیدینا و هم با یک اقدام نه چندان کلان کوشش دارد سهم خود را در این کار گذارد. وی در واتساپ گروهی را با نام اکو گواردینز تأسیس داده است که آنجا همه در موضوع کارکرد پرتاب‌ها و ضرر و پیامدهای آن صحبت می‌کنند. چون این چت ها مهمند. از بیرون شاید کار ما شبهناک به نظر می رسد. گاهی حتی خویشاوندانمان فکر می کنند که ممکن ما دیوانه ایم. محض به همین خاطر ما باید یکدیگر را دستگیری کنیم. آدمان باید دانند که تنها نیستند.
محیدینова میگوید برای کم کردن ضرر به محیط زیست و بیش از 20 سال باز برای خود لباس نخریده است. عموما بسیاری ها میگویند تو به تنهایی چیکار کرده میتوانی؟ آدمان هر چی را هر جای خواستند میپرتایند، ولی اگر همه ما چنین فکر کنیم عاقبت فلاکت اکولوژی رخ میدهد. اما هر یک کس اگر 1 کیلوگرم پرتاب جمع آورد، ما 2 میلیون نفریم در شهر 2 میلیون کیلو پرتاب را میتوانیم بی‌ضرر کنیم. با باور حامیان محیط زیستی مهمترین چیز بالا بردن فرهنگ کارکرد و به مردم رسانیدن آن است که چگونه به پرتاب یا اشیاءها میتوان عمر دوباره بخشید یا دوباره آنها را مورد استفاده قرار داد. گزارش در تقدیم میرزا نبی خالقزاد بود. امروز پنجشنبه آخر ماه نوامبر در امریکا عید شکرگزاری برپا می شود که یکی از مهمترین جشن‌های اولیوی آمریکایی ها به حساب می رود. حکمت جشن این است که مهاجران اولین به خاک آمریکا وارد شده برای نان و آب و سرپناهی که این سرزمین برایشان فراهم کرده است شکرگزاری می کنند. رمز اساسی دسترخوان عیدانه مرغ مرجان می باشد و در تقریباً هر خاندان امروز این غذا را تهیه خواهند کرد. برابر با این میلیون ها آمریکایی ها راهپیمایی عیدانه روزی شکرگزاری را از تلویزیون می‌بینند که آن را فروشگاه معروف میسیز در شهر نیویورک اینک بار صدم برپا خواهد کرد. گزارش صدای آمریکا را همکارم خیرمان بقازاده تقدیم می‌کند. آمادگی ها به پرد یا راهپیمایی جشنی روز شکرگزاری فروشگاه میسیز در شهر نیویورک 1 سال ادامه کرد. این جشن میلیون ها تماشابین دارد. 8000 نفر در راهپیمایی عیدانه نیویورک اشتراک میکنند. 3.5 میلیون نفر در کوچه ها و 30 میلیون کس از تلویزیون تماشا میکنند. امسال 22 منبر سیار، 11 ارکستر و چندین گروه موسیقی اینچنین 17 قهرمان افسانه ها به شکل پوفک هنرنمایی میکنند که بلندیشان تا 6 آشیانه میرسد. امسال فروشگاه میسیز اجازه داد که از جریان آمادگی ها به جشن هم مشاهده کنند. ما از آمد عید خبر می دهیم. با این راهپیمایی و پوفک ها و آرایشات می خواهیم که یک افسانه خرده را برای مردم تقدیم کنیم. گشت عیدانه از شهر نیوجرسی شروع شده وارد مرکز شهر نیویورک می شود. عنعنه جشنگیری روز شکرگزاری را میسیز رسا 100 سال پیش در سال 1924 شروع کرده بود. فروشگاه اسم خود را با این جشن معروف مردمی پیوند داده است. در فرهنگ امریکا چنین مراسم‌های قدیمی خیلی کم هستند. پرد عیدانه در این دوره پیشرفت فناوری‌ها باز هم برای بسیار مشتری‌ها یک جشن مقبول و پسند است. میسیز خراجات تشکیل این جشن را فاش نمی‌کند ولی حساب‌های تخمینی از خرج 13 میلیون دلار درک می‌دهد. این توفه ما به شهر نیویورک و کشورمان است. مثل هر دیگر توفه نرخ آن پنهان میماند. تماشابینان جشن مثل که خود را یک بخشی از مشتری های میسیز احساس میکنند. عیدهای مثل این تاریخی طولانی دارند و برای قوی‌تر شدن مناسبت های اولیوی مساعدت کرده یک بخشی از فرهنگ عمومی میشوند. در اول راهپیمایی جشنی مرغ مرجان و در پایانش بابای برفی دیده می شود. پیامش هم این است که در کشور مرحله عیدهای مهم و دوره خرید شروع شده است. نگفته نماند که یک روز بعد عید شکرگزاری معرکه خرید کلان با نام جمعه سیاه شروع می شود و بسیاری ها در امریکا منتظر این روز هستند چون فروشگاه ها تخفیف های کلانی پیشنهاد می کنند. دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم و پایان میرسد. تشکر که تا این ثانیه ها ما را همراهی نمودید. چون اخبار بیشتر از این را شما میتوانید در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی بخوانید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.